سلام هموطنان گرامی. با مسئله ریاضی مواجهیم که نمیشه گفت دشواره، یک وضعیت متوسط داره از این نقطه نظر، اما اجزای هماهنگ و متناسبی با هم داره صورت مسئله و پاسخش هم در واقع یعنی متعاقب همون هماهنگیه. به دل میشینه یه جوری میشه گفتش که یک نوع زیبایی داره. این صورت مسئله است. حد x به سمت یک منهای رادیکال x در یک منهای ریشه سوم x در یک منهای ریشه چهارم x در یک منهای ریشه انوم x به یک منهای x به توان n منهای یک. خب این مسئله رو اگر هم نتونیم حل، یعنی اگر که تمام اجزای حل مسئله و محاسبه حد به ذهن نرسه، همینطور که نگاه میکنیم به صورت مسئله به نظر میاد که اگر این عامل مخرج رو که هستش یک منهای x به توان n منهای یک جدا جدا بنویسیمش، یک جوری یک ارتباط خوبی بین اجزای صورت کسر و مخرج کسر پیدا میشه. یه جوری شاید ایده ما بده برای قدم بعدی حل مسئله، حتی اگر که یعنی فرض میکنیم همچه امری بی ثمره ولی فعلا انجامش میدیم با این امید که ایده بده برای قسمت های بعدی راه حل. به این ترتیب این برابر میشه با حد x به سمت یک، همون صورت یک منهای رادیکال x یک منهای ریشه سوم x تا یک منهای ریشه انوم x به مخرجی که شبیه صورت میتونی بنویسیمش بدون که تغییری درش به وجود بیاد، یعنی یک منهای x در یک منهای x در یک منهای x در یک منهای x، به طوری که تعداد این تکرارا هستش n منهای یک بار، چون توان یک منهای x n منهای یک منهای x هستش n منهای یک. خب حالا اگر که نگاه کنیم به این کسر نوشته شده، به نظر میاد که این اقدام مفید بوده، به خاطر اینکه تعداد عوامل ضرب در صورت و مخرج با یه نگاه میفهمیم که با هم برابرن. در مخرج کسر n منهای یک عامل داریم، صورت هم n منهای یک عامله. چرا؟ به این دلیل که اولین عامل پرانتزیه که حاوی رادیکالی با مخرج دو با فرجه دو و بعد همینطور با فرجه سه و بعد همینطور با فرجه n، یعنی از دو میریم تا n، که از دو تا n یعنی n منهای یک عامل، n منهای یک مورد. کما اینکه اگر مثلا از دو بشماریم تا 5 تعداد عواملش رو بخوایم اندازه بگیریم، هستش 2 3 4 5، یعنی 4 عامل، یعنی در واقع 5 منهای یک عامل و اون هم n منهای یک عامل. به هر صورت حالا که اینطور شد، باز همین رویه رو ادامه میدیم، یعنی سعی میکنیم که یک جوری این کسر رو بنویسیم که ارتباط اجزایش با هم، اجزای شبیهش با هم بیشتر بشه. این نتیجه حد x به سمت یک منهای رادیکال x به یک منهای x
در 1 منهای ریشه سوم x به 1 منهای x و همینطوری در 1 منهای ریشه انوم x به 1 منهای x. بسیار خب، حالا حد حاصل ضربی رو میخوایم به حساب کنیم که متشکل از n منهای 1 کسر که همشون صورت 1 منهای x دارن و به نوعی همشون مخرج 1 منهای x دارن و به نوعی صورت ها هم یک جوری با مخرج عامل مشترک داره. به این شکل عامل مشترک هستش که اگر به اولین عامل توجه کنیم که هستش 1 منهای رادیکال x به 1 منهای x، این رو به سهولت میدونیم که میشه به این شکل نوشتش که صورت رو به جای خودش و مخرج رو بنویسیم 1 منهای رادیکال x در 1 به علاوه رادیکال x با عنوان اتحاد خیلی ساده دبیرستانی که همه ازش اطلاع داریم با عنوان اتحاد مزدوج. حالا اگر به کسر دوم توجه کنیم 1 منهای ریشه سوم x به 1 منهای x، این رو هم میشه مخرج رو نوشت 1 منهای ریشه سوم x در 1 منهای ریشه سوم x به علاوه ریشه سوم x در 1 به علاوه ریشه سوم x به توان 2. کسر دوم هم به این شکل نوشته میشه و همینطوری کسر پایانی هم با همین ترتیب با همین سیاق میشه به این شکل نوشتهش. اما قبل که اونو بنویسم در واقع از این اتحاد کمتر شاید شناخته شده استفاده میکنیم که 1 منهای x به توان n رو میشه نوشتش 1 منهای x در پرانتز 1 به علاوه x به علاوه x2 به علاوه x3 و همینطوری به علاوه x به توان n منهای 1. چرا اینطوریه؟ با یک ضرب ساده صحت و اعتبار این اتحاد رو به دست میاریم. 1 در همه این عوامل و بعد منهای x در همه این عوامل اگر انجام بدیم تنها چیزی که باقی میمونه اینه. بر اساس این اتحاد اون وقت 1 منهای ریشه انوم x رو میشه نوشتش 1 منهای x رو بسیار خوب، بر اساس این اتحاد 1 منهای x رو میشه نوشت 1 منهای ریشه انوم x در 1 به علاوه ریشه انوم x2 به علاوه ریشه انوم x3 و به همین ترتیب تا ریشه انوم x به توان n منهای 1. بسیار خوب، حالا جایگذاری میکنیم و به دست میاریم که یعنی مواجه میشیم با اینکه حد x به سمت 1 در واقع با این کسر مواجه میشیم. حد x به سمت 1 1 منهای رادیکال x در 1 منهای رادیکال x مخرج 1 منهای رادیکال x در 1 به علاوه رادیکال x و کسر دوم 1 منهای ریشه سوم x در 1 منهای ریشه سوم x در 1 به علاوه رادیکال به علاوه ریشه سوم x به علاوه ریشه سوم x2 و همینطوری در
آخرین کسر 1 منهای ریشه انوم ایکس و مخرج 1 منهای ریشه انوم ایکس در 1 به علاوه ریشه انوم ایکس دو به علاوه ریشه انوم 1 به علاوه ریشه انوم ایکس به علاوه ریشه انوم ایکس دو به علاوه ریشه انوم ایکس به توان ان منهای 1. حالا با یک نگاه ساده ببینیم که کلیه این ان منهای کسرا در صورتشون در صورت و مخرجشون عامل مشترک پیدا شد. اولین کسر 1 منهای رادیکال ایکس در صورت و مخرج، دومین کسر 1 منهای ریشه سوم ایکس و همینطوری آخرین کسر 1 منهای ریشه انوم ایکس. پس بعد از ساده کردن حالا با این حد مواجهیم. حد ایکس به سمت 1 به 1 به علاوه رادیکال ایکس ضرب در کسر 1 به 1 منهای ریشه سوم 1 به علاوه ریشه سوم ایکس به علاوه ریشه سوم ایکس دو و ضرب در آخرین کسر 1 به علاوه ریشه انوم 1 به علاوه ریشه انوم ایکس به علاوه ریشه انوم ایکس دو به علاوه ریشه انوم ایکس به توان ان منهای 1. حالا دیگه در این وضعیت جدید به سهولت ما میتونیم 1 رو به جای ایکس جایگزین کنیم. یعنی عامل مشترکی در صورت و مخرج نیستش که ابهام‌زایی بخواد ایجاد بکنه که نتیجه میشه با کسر 1 تقسیم بر 1 به علاوه رادیکال 1 ضرب در 1 به 1 به علاوه ریشه سوم 1 دوباره به علاوه ریشه سوم 1 و همینطوری در کسر نهایی که صورت همون 1 و مخرج 1 باز به علاوه ریشه انوم 1 دوباره ریشه انوم 1 و باز ریشه انوم 1 چند بار تکرار میشن اینها؟ ان منهای 1 بار n بار نه ان منهای 1 بار n بار n فقره. به این ترتیب با این مقدار مواجه میشیم. در واقع با کسر 1 به 1 به علاوه 1 در کسر 1 به 1 به علاوه 1 به علاوه 1 و همینطوری در کسر 1 به 1 به علاوه 1 به علاوه 1 به علاوه 1 چند بار؟ مجموعاً n بار. بنابراین مواجهیم با کسر 1 دوم ضرب در 1 سوم و همینطوری 1 چهارم و 1 انوم. پس مواجهیم با کسر 1 به 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در n، یعنی مواجهیم با 1 به n فاکتوریل. بنابراین حد مورد نظر میشه 1 به n فاکتوریل که یک پاسخ شسترفته و جذابه. پایدار باشید. خدا نگهدار.